بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او ښه صحت به ولرئ. ګرانو زده کوونکو، دغه لوست مو یعنې پنځم لوست دی چې د تشبیه په اړه ده چې د خیر سره له بل سره کار کوو او وایو. دغه لوست مو بیا څلور برخه لري چې لومړۍ برخه یې مقدمه دی او دوم برخه یې د متن لوستل دی او د نوي لغاتونه او د کانکور پوښتنې چې موږ تاسو ته چمتو کړئ. دانش آموزای عزیز، یوالسم ټولګی صنف 11 هستیم. پنجم لوست درس پنجم و این درس ما در مورد تشبیه و اقسام آن که منظور مثل تشبیه و مشبه به و غیره که انشالله همراه با مثال ها و شرایطی که خود کتاب آورده توضیح میدیم و میریم جلو. لومړی برخه مقدمه دی. حالا میریم سراغ بخش اول یعنی مقدمه. که د پښتو شعر سترې او پلنې المنې تپذیر سره وګورو، نو د امیر کروال له وخت نه نن تر پورې په سلګونه او زرګونه شاعران تیر سوی استه او وی به. میگه اگه بیایم به شعر پشتو به صورت عمیق و به صورت دقیق بیایم تفکر کنیم و نگاه کنیم، از زمان امیر کروال تا امروزه صدها و هزاران شاعر تیر شدن، یعنی به اصطلاح وفات پیدا کردن و بعضی هم امروزی هستن و زندگی میکنن. اینجا کلمه تپذیر سره وګورو، اینجا کلمه زیر کلا به معنی دقت کردن است. میگه اگر به دقت نگاه کنیم، دغه ټول نظمونه او شعرونه ویلی. میگه آنها بسیاری نظم و بسیاری شعرها را گفتن، نثرونه لیکلی، بسیاری آثار نثری نوشتن، حتی نثری او شعری کلیات تری را پاته دی و میگه حتی بسیاری از کلیات شعری و نثری آنها برای ما باقی است. را پاته دی به معنای باقی مانده است. زینو په لوی لاس په خپله شعرونه کې بدیعی او بیانی ښکلاوې کارولی دی. کارول اینجا به معنای به کار بردن یا استفاده کردن است و کلمه اشکلا به معنای زیبایی. میگه آنها با دست خود در شعرهایشان از زیبایی بیانی و بدیعی استفاده کردن یا به اصطلاح به کار بردن. د ادبی فنون د همدې ښکلا و د څیړنې توضیح او تشریح کول علم دی و میگه فنون ادبی همین زیبایی هستند که در مورد تحقیق، توضیح و تشریح کردن است. بدیع، بیان او معانی د ادبی فنون یا بیانی علوم اساسی برخه دی و گفته بدیع و بیان و معانی به اصطلاح از فنهای ادبی هستند و جزو اساسی علم بیان یا فن می باشند. بدیع فن چې د فصیح او بلیغ قلم لفظی و معنوی خایستونه څخه بحث کوي. تاسې په لسم ټولګي کې ولوست. ولوست یعنی خواندید، فعل از زمان گذشته گرفته شده و میگه فن بدیع که در مورد فصاحت و بلاغت کلام از لحاظ زیبایی معنی و لفظی بحث میکنه. شما آن را در صنف دهم خواندید. د شاعرانه تخیل مختلف صورتونه، تشبیه، استعاره، مجاز او کنایه د بیان علم د بحث موضوعات دی و میگه که موضوعات بحث علم بیان به اصطلاح در مورد تخیل‌های شاعرانه هست، مثل تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه او نور، یعنی به معنای و غیره. د دوی له جمله څخه تشبیه په دې لوست کې در پیژنو. میگه از اینایی که برای شما نامبرد کردیم در این دست در مورد تشبیه به صورت مفصل توضیح خواهیم داد یا برای شما میشناسیم. بیا یوه پوښتنه راغلی دی چې موږ او تاسو باید ځواب ورکړو. پوښتنه اوس څه دی ویلې؟ تاسو کله د واش یو له بل سره ورته کړی دی. اینجا ورته کړی دی به معنای یعنی تشبیه کردن است. گفته آیا تا حالا شما دو چیز را به یکدیگر تشبیه کردین؟ د متن لوستل د یو معنا د بیانولو لپاره لومړنۍ اسانه او ساده فن لاره چاره تشبیه ده چې په ناز شعر او عادي کلام کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. اخیستل کیږي به معنای کار گرفته میشه یا استفاده کرده میشه. میگه به یک معنا برای بیان کردن یک چیزی، یعنی بخوایم ابتدایی ترین رایش رو بگیم و به صورت آسان و فنی بگیم، یکی استفاده کردن از تشبیه هست که هم در نظم و هم در آثار نثری و شعر و همچنین در کلام عادی از آن می شود استفاده کرد. دیر وختونه له تشبیه څخه موخه د یو شی په شا یا بد استایلو او بیانولو کې د مبالغه کول وی. میگه بسیاری از وقتها به اصطلاح نیت و هدف از تشبیه کردن یک چیز را خوب یا بد جلوه دادن یا بهتر بگیم بد توصیف دادن که در او استفاده از مبالغه و اغراق هم شده است. یعنی یو شاعر د هغه مینه یا کرکې له امله چې له خلکو او شیانو سره یې لري کوښښ کوي هغوی له خپل هغه موجود حالت څخه زیاد یا کم وښیي. میگه یعنی به این معنی که یک شاعر با توجه یا به علت
به اصطلاح نفرت یا علاقه‌ای که همراه مردم یا همراه اشیا و چیزهایی داره، کوشش میکنه که آن چیز را از آن حالتی که موجود است کمتر، زیادتر، بهتر یا بدتر به اصطلاح نشان بدهد. د بلګي په ډول کله چې یو شاعر د محبوب غد لسر رخصار لګول غاشون لمرغلرو شوندی لعلونه د سنو توروای لتورشپه سره ورته شی. میگه به طور مثال کتاب اومده اینجا گفته که اگر یک شاعر میاد مثلا محبوب و معشوق خودش را اینگونه مثال میزنه که قدش را همانند سرو، رخسار و صورتش را همانند گل و دندانهایش همانند مروارید و لبهایش مثل لعل و موهایش را گفته همانند شب تاریک نشان میدهد. نو سره لده چې د خپل محبوب او د هغه شیانو ترمنځ ورتوالی یا مشابهت پیدا کوي، په حقیقت کې د خپل محبوب او معشوق په استایانه کې مبالغه کوي او غواړي چې خپل محبوب تر خپل اصلی حد زیات خایسته وخی. اینایی که برای شما گفتیم میگه اینجا شاعر به اصطلاح میخواد محبوب خودش رو یا هر چیزی که میاد در موردش از ورتوالی یا شباهت استفاده میکنه، در حقیقت میخواد در مورد محبوب و معشوق خودش در بحث زیبایی و بحث‌های حسن دیگر، یعنی آن چیزی که نیست، یعنی میاد بیشتر یا به اصطلاح کمتر نشان میده و گفته محبوب خود را از حد اصلی خودش و حد اصلی که موجود هست زیاد خایسته و خی، یعنی بیشتر زیباتر نشان میدهد. لخپل هست څخه زیات د یو شی د شوال یا بدوال بیانوال د مبالغه یو ډول دی چې تشبیه او ورتواله په صورت کې ifade کیږي. گفته یک چیز رو از حد خودش، حالا چه به صورت خوب یا چه به صورت بد، بیشتر نشان دادن خودش یک قسم از مبالغه هست به اصطلاح و میگیم تشبیه یا ورتوالی که حالا باز انشالله میم جلوتر و کتاب به صورت مفصلتر توضیح داده. تشبیه ورته کولو یا یو شی یا یو چیز د بل پشان کیدو ته وایي. میگه تشبیه کردن یک چیز به چیز دیگر را میگن تشبیه، یا په یو ځانګړي معنی کې د دوه شیانو ګډون ته په دې شکل کې دواره ترمنځ یا څو ګډ خصوصیتونه موجود وي ورته کول تشبیه دی. یا میگه اگه بخوایم به صورت تخصصی‌تری رو برای شما بگیم در مورد تشبیه، وقتی که بین دو چیز اینجا کلمه ګډون یعنی به اصطلاح صفات مشترک داشته باشیم، در این شرطی که بین هر دو صفات‌های مشترک یا خصوصیات مشترک زیاد باشه ما میتونیم عمل تشبیه رو انجام بدیم. در مثال په دوله که وایو چی، برای مثال کتاب گفته که اگر بگویم ناپوهی مرگ او پوهه ژوندون دی، اینجا کلمه ژوندون به معنای زندگانی، پوهه به معنای علم و دانش و ناپوهی به معنای نادانی یا جهالت. نو په دې وینا که ناپوهی او جهالت له مرګ سره، علم او پوهه له ژوندون سره تشبیه ورته سوی دی. میگه در اینجا آمده شاعر در این گفتار نادانی را و جهالت را مثل مرگ توصیف کرده و علم و دانش را همراه یا تشبیه کرده به زندگانی و زندگی کردن. یا لکه پلندی شرکه، یا میگه به این شعری که خود کتاب آورده، پتنگم شمعی ښکلول دی غوارم که سنگ دی دک د سرو لمبو دی شدی. میگه ما همانند پروانه هستم، یا بهتره بگیم پروانه هستم و میخواهم در دور شمع به اصطلاح بازی کنم یا رقص کنم که سنگ دی دک د سرو لمبه دی شدی، که میگه باز اگه در کنار همین شمع آتش هم باشه و شعله ور باشه باز هم خوب است. شاعر په دې بیت کې خپل زنگ له پتنگ سره تشبیه کړی دی. میگه شاعر اینجا اومده جان خودش را یا بهتر بگیم خودش را به همانند پروانه تشبیه کرده او له شمع څخه هدف خپل حیوات دی چې د آبادولو او سمسورولو لپاره هر را سرشندن ته تیار دی. و گفته باز اینجا هدف شاعر از شمع به اصطلاح خپل حیوات دی، یعنی وطنش است که آمده برای آباد کردن و سمسورول به معنای سرسبز کردن است. هر را سرشندن ته تیار دی، یعنی میگه برای هر گونه فداکاری تیار یا آماده است. سرشندن په درې ژبه بیا فداکاری ویل کیږي. د شاعر او پتنگ ترمنځ د تشبیه وجه ګډ خصوصیات مینه، محبت او وفاداری ده. میگه اونایی که بین شاعر و به اصطلاح بین پتنگ یا همون پروانه خصوصیات مشترک هست، مینه به معنای محبت و علاقه و وفاداری هست. شعری بود که خود کتاب برای شما مثال زد که به اصطلاح شاعر آمده جان خودش را به پروانه تشبیه کرده و هدف از شمع هم گفتیم وطن هست که برای سمسور کردن یا سرسبز کردن وطن خود را به اصطلاح فدا می کند یا برای هر گونه فداکاری یا سرشندنی چمتو یا آماده است. تشبیه 15 رکنور خللی. اینجا گفته تشبیه خودش باز 5 تا بخش یا به اصطلاح رکن داره: مشبه، مشبهون به، د تشبیه وجه، د تشبیه عادت، د تشبیه غرض.
در زبان فارسی ما 4 تا بیشتر نداریم، ولی باز در زبان پشتو اینا 5 تا میشه که در تشبیه غرض به معنای غرض تشبیه باز اضافه میشه. مشبه او مشبه به تا د تشبیه طرفین یا اصلی ارکان هم ویل سوی دی. میگه به مشبه یا به اصطلاح مشبه به گفته به عنوان ارکان اصلی از علم تشبیه میگن، ځکه چې د تشبیه په صورت کې اشتون حتمی دی و دو نور و وجه شبه او ادات تشبیه ذکر او اشتون یه حتمی او آرین ندی. میگه به خاطر ای که مشبه و مشبه به اصطلاح جزو ارکان اصلی علم تشبیه هستند، به این خاطر هست که موجودیت یا به اصطلاح بودن آنها حتمی است. جا کلمه اشتون به معنای موجود بودن است و گفته آن دوی دیگر یعنی وجه شبه و ادات تشبیه گفته اینها باز حتمی نیستن که حتما در جمله یا در شعر باشن. آرین نده یعنی به معنای ضروری نیست. جو مشبه. حالا میم سراغ اولین رکن به عنوان مشبه. هغه شی چې تشبیه کیږي د مشبه په نوم یادیږي. میگه آن چیزی را که ما میم به چیز دیگری تشبیه میکنیم به این میگیم مشبه. یا مشبه هغه څوک یا شی یا حال دی چې له بل چا شی یا حال سره تشبیه کرای سوی وي. یا میگه به اصطلاح دیگر مشبه آن کس، آن چیز یا آن حالی است که به یک کس و به یک چیز و به یک حال دیگری تشبیه کرده می شود. د بیلگی پتول یعنی به اصطلاح به عنوان مثال که وایو چی، یعنی گفته که اگه بگوییم باران اوره یعنی باران میبارد، پدی کلام که تشبیه کم طرف نسته. میگه در این کلام هیچ گونه تشبیه نیست. باز اگه بگیم که او که وایو چی دغم باران اوره، دلته د طرفین تشبیه طرفین موجود دی. باز گفته اگه بگیم که باران غم میبارد، غم باران اوری، اینجا ما تشبیه آوردیم، غم رو تشبیه کرده به باران، غم له باران سره تشبیه کرده. یا لکه پلندی بیت که محبت له اور سره تشبیه سوی دی. اور به معنای آتش است. یا میگه در این بیت زیر که خود کتاب برام روان کرده محبت را آورده برای یعنی به عنوان آتش یا به آتش تشبیه کرده. هیچ می نزده محبت که اور دیده په اور سوزم پر رضا که زور دیده. یعنی گفته هیچ یاد ندارم یا هیچ متوجه نیستم که این محبت است یا آتش. در آتش می سوزم ولی خب نمیفهم که آیا این به رضایت است یا به زور. یا لکه پلنده لنده که اینجا کلا کلمه لنده به خودش یک نوع شعر هست. ازرا مرغله را ده چه مات شی بیاد لباس بخنده نخل کوشیرونه. اینجا ازرار به معنای قلب هست و کلمه مرغله را به معنای مروارید. میگه قلب همانند یک مروارید است. چیمات سی یعنی میگه اگر شکسته شود بیاد لباس بخنده نخل کوشیرونه. میگه دیگه که باز به خنده ها یا به اصطلاح بگیم به لباس های ظاهری که منظورش از اینها خنده های ظاهری است، نخل کوشیرونه دیگر پیوند نمیگیرند. خود کلمه کوشیر به معنای پیوند است و در این شعر کوشیرونه به معنای پیوند هاست. پورتالندی که ازرا مشبه دی چې له مرغه سره تشبیه سوی دی. گفته در شعر بالا قلب یا به اصطلاح دل مشبه است که به مروارید تشبیه شده است. دو مشبه به لکوم شی سره چې یو شی تشبیه کیږي د مشبه په نامه یادیږي. میگه آن چیزی که بعد یک چیز بالای آن تشبیه می شود یا بهتره بگیم چیزی که مشبه به آن تشبیه می شود د مشبه په نامه یادیږي یعنی به نام مشبه به می باشد. یا مشبه به هغه څوک شی یا حال دی چې د بل چا شی یا حال ورتوالی او تشبیه له دې سره سوی دی. یا میگه مشبه به آن کس یا حال یا چیزی هست که به یک چیز دیگر یا به اصطلاح کسی دیگری بالای آن تشبیه می شود. لکه په دې لاندې جمله که حالا باز خود کتاب یک مثال برای ما روان کرده که میخوانیم. پوهنه در رڼا په څیر ده. په څیر یعنی به مانند. گفته دانش همانند روشنایی است، یعنی آمده دانش رو تشبیه کرده به روشنایی. به همین علت په دې جمله کې رڼا مشبه به راغلی دی. اینجا گفتیم که دانش میشه مشبه و رڼا به معنای روشنایی میشه مشبه به. گفتیم دانش به روشنایی تشبیه شده است. یا لکه در رحمان بابا پلندی بیت که یک شعر آورده از رحمان بابا رحمت الله علیه که هرس در بندی زور سی مرگ در یاد کرده ده علاج دی دغه رنز لره موکه. گفته که بعد اگه هرس و طمع بالای زور شد به اصطلاح مرگ را یاد کن که این هم علاج است و هم رنج. اینجا ببینید دو کلمه اول که یعنی هرس باشه و به اصطلاح مرگ اینها مشبه هستند و بعد در مقابل اینها علاج و رنج اینها مشبه به هستند که باز خود کتاب توضیح میده و با هم دیگه میخوانیم و معنی میکنیم. رحمان پدی بیت که هرس رنج سره او مرگ لعراج سره تشبیه کرده.
میگه رحمان بابا در این بیت حرص و رنج را با مرگ و علاج تشبیه کرده. یعنی وقت آدم حرص میخوره خب رنج میخوره، از این طرف هم مرگ رو به اصطلاح یعنی به عنوان یک علاج سره تشبیه کرده، یعنی به عنوان یک راه حل و یا به عنوان یک دونه علاج معرفی کرده که وقتی انسان به درجه مرگ میرسه دیگه از تمامی رنج ها و چیزهای دیگر خلاص می شود. رنج او علاج دوباره مشبهون به دی، گفته که رنج و علاج هر دویشان مشبهون به هستند، یعنی دی نور و شیان و تشبیه دوی سره سوی دی، یعنی چیزهای دیگر بالای اینها یا به اینها تشبیه شده است. به همدی دول پلندی بید که چی مارون د زلف لپاره مشبهون به دی. میگه همچنین در این بیت که خود کتاب آورده منظورش بیت زیر است، گفته که زلفهای یار رو به مار تشبیه کرده و مار برای زلف به اصطلاح مشبهون به. چه خورل دیار زلف و منگروی ما سرگردانه پسراغ د پاروگری ما. قبل از هر چیزی بگه منگری به معنای مار هست و منگر به معنای مارها. پاروگر به اصطلاح کسی است که دعا میخوانه یا دم میخوانه، ما میگیم پاروگر. میگه اگه چی که ما از مارهای زلفیار نیش خوردم یا زخ خوردم سرگردان پسراغ د پاروگری ما، یعنی باز همین جور سرگردان به دنبال کسی هستم که برای ما یا دوا کنه یا به اصطلاح دم بخانه. و یا گفته یا لک پلندی لندی که چه مرغلر مشبه به اوخول مشبهون به دی. ولی در مورد بعضی بیت قبلی که خواندیم میره برای شما بگیم که آمده زلفای یار را به مار تشبیه کرده که خود کتاب گفت که مار برای زلف یار مشبهون به هست، یعنی زلف میشه مشبه رکن اصلی تشبیه و رکن دوم میشه مارونه یعنی مار یا مشبهون به. یا لک پلنده لندی که مرغلر مشبه به اوخول مشبه دی. اینجا خولی به معنای به اصطلاح عرق است و کلمه مرغلری به معنای مروارید. گفته در ای بیت زیرم آمده به اصطلاح اگه بخوایم بگیم مروارید رو تشبیه کرده یا بهتر بگیم که عرق رو تشبیه کرده به مروارید. چه مرغلر تره شرمیجی حق خولی از ما دیار پا مخ رازی نه. گفته که مروارید بالای شرم میکنه. حالا چی رو میگه؟ وقتی که عرق از رخسار یا از صورت یا از مخ یار ما رازینه به معنای می آید یا روان است، که اینجا گفتیم آمده به اصطلاح خولی رو تشبیه کرده به مرغلره. و این رو توجه داشته باشین که همیشه در پشتو اول مشبهون به یا بهتر بگیم اول مشبه نیست، باز بعدش مشبهون به باشه. بعض اوقات هم به صورت معکوس است، یعنی بعضی موقع میشه که مشبهون به اول میاد و باز انگار در مصرع یا در بعدش باز بحث مشبه مطرح میشه. مثل همین شعری کلام برای شما خوندیم، اول کلمه مرغلری آمده که مشبهون به است که عرق یار به او تشبیه شده، در صورتی که مشبه در مصرع دوم آمده است. این بود یک توضیح و نکته که انشالله توجه داشته باشیم بالاش. دریوم د تشبیه وجه. حالا میم سراغ رکن سوم وجه تشبیه. هغه یو یا سو مشترک صفتونه چې د مشبه او مشبهون به ترمنځ موجود وي د تشبیه وجه بولی. د وشب ذکر په بیت کې کله وی او کله نوی. و میگه وجه تشبیه آن چیزی هست یا بهتر بگیم یک یا چند تا صفت مشترک است که بین مشبه و مشبهون به موجود است، یا بهتر بگیم وجه تشبیه میاد کلا چگونگی شباهت و چگونگی ارتباط بین مشبه و مشبهون به رو به اصطلاح معنا میکنه و توضیح میده. د وجه شبه ذکر په بیت که کله وی او کله نوی. میگه که شبه یا شبه وجه میگه بعضی وقتا هست و بعضی وقتا در بیت نیست. کله وی او کله نوی معنای بعضی اوقات هست و بعضی اوقات نیست. لکه پلندی بیت که به طور مثال واس خود کتاب یک شعری برام آورده. د بادام په سر می ازره سوری سوری شو چې راپورته به غمزه سترګې بانو کړی. اینجا کلمه سوری سوری به معنای سوراخ سوراخ است و کلمه پسر یعنی به همانند یا به مثل. راپورته به معنای بالا کردن و غمزه به معنای نخره یا اشوه و ناز است. استرگی هم که چشما هست و بانو به معنای مژگان یا پلکاست. میگه همانند بادام قلبم یا دلم سوراخ سوراخ شد وقتی که تو با غمزه و اشوه و ناز یا با نخره موجه های چشمت را بالا کردی. پا پورته بید که ازرا مشبه بادام مشبهون به پسیر تشبیه کلمه سوری سوری که در تشبیه وجه یا مشترک صفت دی. گفته که در بیت بالا ازرا یا دل به اصطلاح مشبه است و بادام مشبهون به است. چرا؟ به علتی که ازرا یا قلب به بادام تشبیه شده. پسیرم که گفتیم که تشبیه کلمه است، یعنی از کلمات تشبیه است. سوری سوری کیدل به معنای سوراخ سوراخ شدن هم که تشبیه وجه است که بحث الانی ما هست که
یعنی به معنای سوراخ سوراخ شدن است. یا مشترک صفت ده که یک صفت مشترک است که به اصطلاح بین مشبه و بین مشبه به مطرح شده. د تشبیه و شایع په مشبه به که تر مشبه زیات قوی او سرگند وی. میگه در بحث تشبیه و شاید در مشبه به نسبت به مشبه بیشتر و قویتر و آشکارتر باشد. در رحمان بابا لاندې بیت وګورئ چې د تشبیه د وجه ذکر پکې لفظا نه دی سوی و میگه شما این شعر که آوردیم از رحمان بابا یا بیتی که آوردیم ببینید که در این شعر تشبیه وجه به صورت لفظی در شعر به کار برده نشده. چجوری؟ که خود شعر گفته یا به غن یا به نبات یا به شدوی هر کلام چی لرحمان شنیده سی. میگه هر کلامی که از رحمان بابا شنیده بشود همانند قند و نبات یا شهد است. په پورته بیت که در رحمان هر کلام مشبه قند نبات شد دریواره مشبه به دی. خوشوال تشبیه وجدی مگر په بیت که لفظا نده ذکر. میگه در همین بیتی که برای شما خواندیم که هر بیتی که از رحمان بابا بخوانیم مثل قند و نبات و شهد است، گفته خود کلام رحمان بابا که مشبه است و به چیزی که تشبیه شده کلامش قند و نبات و شهد است. خوشوالی به معنای شیرینی هست، یعنی گفته اینجا از کلمه خوشوالی به اصطلاح لفظی استفاده نکرده رحمان بابا، ولی که میدونیم که صفتی که بین اینها قند و نبات و شهد به صورت مشترک است همین خوشوالی یا شیرینی است. یا لکه پلاندی بیت که یا مثل بیت زیر که هر سود بنوغشی کاجولی یو ولا نخیل دزرا ندرومی خطا، که میگه هر چقدر که این تیرهای مژگانت را برای ما کج به اصطلاح روان کنی بازم یکی خطا نمی رود و همگی آنها به قلب ما اصابت می کند یا می خورد. سلورم د تشبیه عادت یا کلمه. حالا میم سراغ عادت تشبیه یا به اصطلاح کلمات تشبیه. هغه عادت یا کلمه ده چې زیاتره د هغه په واسطه د مشبه او مشبه به ترمنځ تشبیه قایمیږي. میگه عادت تشبیه آن کلماتی هستند که بیشتر به واسطه آن بین مشبه و مشبه به اصطلاح قایمی، یعنی قایم میشوند یا استوار میشوند یا به همدیگه ربط پیدا میکنند. د تشبیه عادت داده و میگه که عادت تشبیه اینا هست: لکه، پسیر، پشان، غوندی، هغسی، دغسی، هغسی، داسی، سنگا، پدود که پرنگ. لکه به معنای مثلا مثل، یا پسیر به همانند، پشان یعنی به همانشان، غوندی یا مثلا هغسی و دغسی که معنای اینطوری و آنطوری هست و به رنگ و به طور و به قسم. اینها چیزهایی هستند که عادت تشبیه هستند در زبان پشتو. حالا چند تا شعر آورده خود کتاب که با هم دیگه میخوانیم و عادات آنها را با هم ملاحظه میکنیم. لکه خوند لری از ما خوشی خبری پشکر کم نسته حسی خون. گفته در حرف یا در خبر من بسیار شیرینی هست، آنطور شیرینی که حتی در شکر هم نیست. اینجا اگه توجه کنی در این بیتی که از رحمان بابا رحمت الله علیه هست کلمه حسی جزو د تشبیه عادت یا عادات تشبیه است. دوم بیت: په غوجه د زلفی حسی معلومیږي لکه ولویږي هندو پسپین و زرو. میگه این زلفای سیاهت بالای گوشهایت همچنین معلوم میشود که همانند یک کافر هندویی که بالای نقره سپید پروت باشه یا افتاده باشه. اینجا هم اگه توجه کنید حسی و لکه اینها عادات تشبیه هستند. بیت سوم: چې ریبی می بی صرفه د زرگی ولی کجی و رزی دی، یا بهترین کجی و روزی دی یار که لور دی ده. اینجا کلمه وروزی معنای ابروان هست، کجی به معنای کج هست و لور به معنای داس هست و ریبی به اصطلاح درو کول یا همین درو کردن رو میگن. میگه با اینکه بی صرفه و یا به اصطلاح بی منفعت و بی فایده قلب ما را شخم یا درو میکنی، حال من میگه که متوجه نمیشوم که این داس هست که باش درو میکنه یا این ابروان کج است. کجی و روزی به معنای ابروان کج است که اینجا اگه توجه کنیم که میشه عادات تشبیه. چې د پسرلی گلونه گورمه ماته د گل پشان جانان رایادوینه. گفته وقتی به گلهای بهاری که نگاه میکنم پسرلی به معنای موسم یا فصل بهار است. میگه برای من آن یارم که همانند گل است رایاد. گفته که رایادوینه یعنی برای من به یاد میآید یا یادم میآید. په پورته لومړی مثال کې حسی، دوم کې حسی لکه، دریوم کې که، سلورم کې پشان د تشبیه عادت یا کلمه دی. از این 4 تا بیت که برای شما قبلتر خواندیم و پیشتر خواندیم، در بیت اول گفته حسی و در بیت دوم حسی و لکه و در بیت سوم که و در بیت چهارم پشان. اینها عادات تشبیه یا تشبیه عادات هستند.
پنځم د تشبیه غرض. گفتیم این در زبان پشتو است ولی در زبان دری به اصطلاح نیست. هغه مقصد او مطلب چې له تشبیه څخه اخیستل کیږي د تشبیه غرض ورته وایي. میگه آن چیزی که به اصطلاح هدف و مطلب از تشبیه شدن رو برای ما بیان میکنه به او میگیم غرض تشبیه یا د تشبیه غرض ورته وایي. یا د مشبه د حال بیان او استایان د تشبیه غرض ده. یا میگه که میم حال و توصیف مشبه رو که بکنیم به میگیم غرض تشبیه، لکه ښکلا، خوالی، بدوالی او نور. مثال مثل زیبایی، خوبی، بدی و غیره. د تشبیه غرض زیاتره مشبه ته راجع کیږي و گفته که غرض تشبیه بیشتر به خود مشبه مرجوع میشه یا بهتر بگیم بازگردانده میشود. د بلگی بدل یعنی به صورت مثال که وایو چې دا اوبه لکه د شاتو خوږې دی، په دې جمله کې اوبه مشبه شاد مشبهون به او لکه د تشبیه عدد خوږوالی وجه شبه ده. گفته اگر که بگوییم دا اوبه لکه د شاتو خوږې دی به معنی که میگه این آب همانند عسل شیرین است. یعنی در اینجا آمده به اصطلاح در این جمله آب رو تشبیه کرده به عسل. گفته که در این جمله اوبه به معنای آب مشبه است، شاد به معنای عسل مشبهون به است و لکه یعنی به عنوان مثال یا به طوره میشه د تشبیه عادت خوږوالی شیرینی هست که این میگه وجه شبه است. او د تشبیه غرض د اوب و د خوږوالی ثابتول و بحث ما که در مورد غرض تشبیه هست میگه اینجا غرض تشبیه ثابت کردن شیرینی آب میباشد. این بود از بخش پنجم ما که د تشبیه غرض یا غرض تشبیه بود. خب دانش آموزای عزیز، حالا میریم سراغ د نوی لغتونه که لغت های جدید این درس است. شیموش تاسوتا چمتو کری که ما برای شما آماده کردیم. زیر به معنای عمیق و دقیق، سمسور به معنای سرسبز، سرشندنی به معنای فداکاری، آرین به معنای ضروری، اشتون به معنای موجودیت، باران اوری یعنی باران میبارد، مرغله را به معنای مروارید، پوهن علم و دانش، منگری به معنای مار و منگر رو به معنای مارها، پاروگر دواخان یا دمگر رو میگن، خولی به معنای عرق، کوشیر به معنای پیوند، کوشیرونه که در این درس بود به معنای پیوندها. د کانکور پختنی اوس ته خیر سره لوبل سره کار کوو. حالا میم سراغ سوالات کانکور چې موږ تاسو ته چمتو کړی. لومړی پوښتنه بیا څه دی ویلي. سوال اول چی مطرح کرده؟ په دغه بیت کې د تشبیه کلمه یا عادت په نخښه کړئ. گفته در این بیت عادت یا کلمه تشبیه رو به نشانه کنید. د بادام په څیر میزره سوری سوری شو چې راپورته په غمزه سترګې را بانو کړی. فرم اول است از ولایت کابل که این شعر از مثالهای خود کتاب است. قبلا برای شما خواندیم. گفت همانند بادام قلبم سوراخ سوراخ می شود وقتی که یار مجاهای چشمش را با نخره یا با اشوه و ناز بالا می کند. اینجا گزینه سه میشه، گزینه آخر گزینه چهارم به معنای پسیر یعنی به معنای هماننده. دوم پختن سده ویلی ده. سوال دوم چی مطرح کرده؟ پلندی بیت که مشبه پنخه کری فرم اول است از ولایت سمنگان. گفته در شعر زیر مشبه را به نشه کنید یا به اصطلاح نشانه کنید. ازرا مرقله را ده چی مات شی بیاد لباس بخنده نخل کوشیرونه. این هم از مثالهای خود کتاب بود که پیشتر برای شما توضیح دادیم و جواب صحیح میشه گزینه اول ازرا یعنی به معنای قلب میشه مشبه. دریوم پختن سده ولی. سوال سوم چی مطرح کرده؟ د مرغله را معنا پنخه کری. گفته که معنای کلمه مرغله رو به اصطلاح نشانه کنید که جواب صحیح میشه گزینه سوم به معنای مروارید. سالونم پختن سده ولی دی. سوال چهارم چی مطرح کرده؟ که دیدن کری گودر تراسه زب منگی پلب رو دکوما. په بورتنی بیت که د تشبیه عادت په نشه کری فرم اول است از ولایت بلخ. گفته اگر به دیدن ما به اصطلاح به گودر میه، گودر اگه بخوایم به لسان دری بگیم جایی هست که زنها و دخترها میره کوزه های خود را از آب پر میکنه. زب منگی پلپ ورو دکوما میگه تو اگه اون جگه میای برای قرار ملاقات من کوزه خود را به صورت آهسته و آرام آرام پر میکنم. گفته در شعر بالا به اصطلاح تشبیه عادت یا عادت تشبیه را مشخص کنید که جواب صحیح میشه گزینه سوم یعنی کلمه پ. ګران زده کوونکو دغه لوست مو خلاص وله. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او هر کله کور کې یاست په خپل لوستونه باندې زیار وباسئ. انشاءالله ستا لوستونه سمه کیږي. تر بله غونډې تر راتلونکې غونډې د خدای په امان الله مو مل شه. ښه شپه او ورځ ولرئ.